سلام بچه‌ها، خوبین؟ وقت بخیر. تو این ویدیو می‌خوایم با استفاده از بلندر و زیبراش و یووی مپ تنابمون رو با یک تکسچر آلفا تبدیلش کنیم به هایپولی و مدلش کنیم. نگاه کنید، همونجوری که می‌بینید من این تبر رو ادامه دادم، اجزای مختلف رو بهش اضافه کردم. می‌بینید تنابا رو مثلا من اینجا گذاشتم، سنگا رو اینجا گذاشتم، این بالا این جواهر بالاش رو. نگاه کنید تناب رو ما با استفاده از کرو میتونیم خیلی راحت بسازیم، مدلش کنیم توی بلندر. من به فرض اینو آیسولیتش میکنم، شیفت ای میزنم و یک دونه کرو بزیر میسازم. این بزیر رو اینجوری سلکتش میکنم، اینو میذارمش اینجا، زوم میکنم به تو بالا. این انکراش رو سعی کنید کوچیک کنید، دونه دونه انتخاب کنید، این شکلی کوچیک کنید که کارتون راحت بشه. این یکی هم همینطور انکراش رو کوچیک کنید. قبلا کرو رو بهتون یاد دادم دیگه، این وسطی خودشه، این دیگهش کروه، این دوتای دیگه. خب اینم میذارمش اینجا. میبینید که این کرو چون از بالا نگاه میکردم این انکرش دیده نمیشد، کوچیک میکنم. خب این از این کرو ما. حالا خیلی راحت میتونیم این کرومون رو ویرایش کنیم. میبینید من مثلا اینو این شکلی میکنم و این کرو هم رو، این نقطهش رو میارم میذارمش اینجا، این انکرش رو میگیرم و میارم اینجوری میکنم. دقیقاً با این انکر خیلی راحت. اولش این مقدار ممکنه فکر کنید زیاد طول میکشه، ولی این دوتای اولش رو که درست کنید دیگه زمانی نمیبره. میبینید چقدر راحت. وقتی که اینو درست کردید یکی از این انکرها رو انتخاب میکنید، به عنوان مثال از این پوینتاتون رو کنترل رو نگه میدارید و راست کلیک اکسترود میشه خودش. میبینید خیلی راحت. دوباره باز این انکر رو انتخاب میکنید، ویرایش میکنید، اینو دوباره میارید این طرف و این کروش رو هم با همین انکرها میتونید کنترل کنید. میبینید من دوباره کنترل رو نگه میدم، راست کلیک اینجا میزنم، این اومد اینور. انکرش رو حتما ویرایش کنید که اون شکل کروی که میخواین ایجاد بشه. میبینید خیلی راحته. خب وقتی که این کار رو انجام بدید البته با دقت بیشتر و دقیقا سعی کنید که این تنابتون جوری مماس بشه که انگار دور این تبرتون پیش خورده دور آبجکتتون. بعد کروتون رو انتخاب کنید، برید توی آپشن کروتون و از اینجا توی ژئومتری توی بول یک مقدار میتونید بهش بول بدید. از این قسمت دپس میتونید اگه این آبجکت رو انتخاب کنید یک دونه کرو بسازید دقیقاً شبیه به همون آبجکتتون. این قطر میگیره ولی من چون میخوام دایره باشه دیگه از آبجکت استفاده نمیکنم، از همین راند میذارم، دپسش رو زیاد میکنم. مطابقت کم بذاریم 0.2 حتی 0.2 هم ضخیمه، 0.1. البته هنوز این کروه. اگه من اینو انتخاب کنم راست کلیک میبینید که میتونم اکسترودش کنم بیارمش به سمت پایین و خیلی راحت میتونم این انکرها رو این شکلی کنترل کنم و اون شیپی که میخوام رو به وجود بیارم. صرفا باید وقت بذارید یه مقدار اینا رو همینجوری کنترل کنید و که شکلش مطابق آبجکتتون در بیاد. به هر حال بعد از اینکه این کار رو انجام دادید احتیاج دارید که تنابتون رو از حالت کرو تبدیلش کنید به مش. من پیشنهاد میکنم اول ازش یک کپی بگیرید توی یک کالکشن دیگه بذارید که اگر حالا هر اشتباهی شد یا هر مشکلی پیدا شد به این حالت کرو دسترسی داشته باشید، چون تو حالت کرو خیلی راحت میتونید اینا رو این شکلی کنترل کنید. اگه تبدیلش کنید به مش بعد دیگه خیلی سخت میشه کارتون. خب حالا من آبجکتم رو انتخاب میکنم. قبل از اینکه برم تبدیلش کنم به مش نگاه کنید اینو چند تا آپشن داره. اگر من F4 بزنم، بذارید آیسولیتش کنم که بهتر ببینیم. اینجا نگاه کنید نوشته رزولوشن پریویو. اگه من اینو مثلا کمش کنم میبینید این کم میشه. میتونم از اینجا میزان ژئومتری که تبدیلش میکنم وقتی کانورتش میکنم به مش رو معین کنم. مثلا 12 زیاده، اگر رو 4 بذارم فکر میکنم که کافی باشه. نگاه کنید این آبجکتی من خودم طراحی کردم تقریبا رو 4 گذاشتم و بعد تبدیلش کردم به ژئومتری. میبینید ژئومتریش کمه چون احتیاج داریم واسه گیم ژئومتریمون کم باشه. واسه همین شما هم حتما کروتون رو انتخاب کنید، با این آپشناش بازی کنید که وقتی تبدیلش کردید توی آبجکت کانورت تو مش این ژئومتریش یک چیز قابل قبولی باشه و زیاد ژئومتریش بالا نباشه. هرچند که بعدش هم میتونید ویرایش کنید ولی خب اینجوری وقتتون خیلی کمتر گرفته میشه. به هر حال این الان مش منه. قدم بعدی اینه که ما با استفاده از یک تکسچر تای لیبل ما یوویشو درست کنیم و اونجا توی زیبراش مدل سازیش کنیم. پس اول از همه بریم سراغ تکسچر تای لیبل.
خب این نرم افزار سابستنس دیزاینر، فعلا باش هیچ کاری نداریم، نگران نباشید اگر نمیدونید چیه. صرفا میخوام بهتون توضیح بدم که تکسچر تایلبل چیه و اصلا نرم افزار سابستنس دیزاینر به چه دردی میخوره. خیلی کوتاه البته. نگاه کنید سابستنس دیزاینر واسه تکسچرهای تایلبل استفاده میشه، تکسچرهای یونیک نه. حتی باش یونیک هم میشه تکسچر کرده میکنم یه عده، ولی به هر حال نگاه کنید این تکسچر، اگه من اسپیس بزنم این الان خود تکسچر اینه. اگر من این تکسچر رو کپی کنم از سمت راست، بالا، پایین، چپ و بذارم و بچسبونم، دقیقاً این انگار که یه تیکه است. می‌بینید هر چقدر زوم اوت کنم یا زوم این کنم اینجا هیچ خطی واسه من وجود نمیاد. این تکسچر من یه حالت به صورت بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کنه. این اصطلاحش میشه تایلبل. و توی نرم افزار سابستنس دیزاینر ما میتونیم اینا رو خیلی راحت بسازیم. البته این چیزی که من اینجا ساختم شاید کار 30 ثانیه است، بیشتر از این نیست. باهاش میشه متریال‌های خیلی پیچیده ساخت، ولی من اینجا اومدم از یک شیپ با استفاده از گرادیانت این رو گرادیانت گذاشتم، بعد با ترانسفورم 2D 180 درجه چرخوندمش. توی بلند با خاصیت مالتیپلای اینا رو با هم دیگه ترکیب کردم که این شکلی بشه. البته میشه اینجا از یک نود استفاده کرد، احتیاجی نیست که این همه، ولی من اینجوری رفتم جلو. بعد با استفاده از لولز اومدم و تو حالت دیفالتش این شکلیه، ولی میتونید اینجا کمپرس کنید عکستون رو و میزان سفیدی ایناشو کنترل کنید. من در این حد اومدم اینجا رو کنترل کردم. بعد با استفاده از ترانسفورم 2D یه مقداری عرضش رو از دو طرف کمتر کردم و بعد هم با تایل سامپلر و آپشن های تایل سامپلر رو گذاشتم روی 1 و 1 همینجور که میبینید و اینجا یه مقداری چرخوندمش و این رو تبدیلش کردم به یک تکسچر تایلبل و وصلش کردم به هایت مپ. فقط هم واسه هایت مپ نیازش دارم، یعنی همین تکسچر حالت گری اسکیل. به هر حال من اینو اکسپورتش گرفتم. اگه ببینید اینجا توی اکسپورت اوتپوت میبینید فقط هایت رو با روات PNG اکسپورت گرفتم. اینو واسهتون توی دیسکریپشن ویدیو میذارم، لینک دانلودش رو توی کانال تلگرامم میذارم. این تکسچر رو من الان دارم و برمیگردم داخل بلندر، آبجکتم رو انتخاب میکنم و میرم توی یوویاش. همینجور که این آبجکت من یوویش الان همون چیزی بودی که اول درست بوده که درست نیست، بعد دوباره یوویش کنیم. من میام یک دونه از این سیما رو انتخاب میکنم. سعی کنید سیمی که انتخاب میکنید خیلی تو دید نباشه، چون من میخوام رندرایی که انجام بدم تقریبا تو این زاویه است. سعی میکنم این سیم رو این پشت انتخاب کنم. همونجوری که میدونید این ایج رو من اجروپ رو انتخاب کردم، این تا انتها رفته. راست کلیک و مارک سیم رو میزنم. بعد میرم توی فیس ها، همه فیس ها انتخاب میکنم، یو و آن رپ. همونجوری که میدونید این آبجکت واسه من آن رپ شد، همش رو انتخاب میکنم. بعد میرم با استفاده از ادآن هم میتونید از یو اسکوئرز استفاده کنید و اینو تبدیلش کنید به این حالت استریپ که اینجوری صاف و صوف بشه، یا من تازگی از ادآن یو وی تول کیت استفاده میکنم. خیلی ابزارهای خوبی میده و تقریبا خیلی از کم و کاستی‌های بلندر رو جبران میکنه نسبت به مثلا با مکس و مایا. واقعا یو وی بلندر ضعیف‌تر بود، ولی با این تقریبا میتونم بگم حتی نه کامل، ولی خب تو اکثر چیزا اون امکانات رو بهتون ارائه میده. به هر حال از اینجا من میام روی استریت یو وی میزنم و اینم واسه من استریت و صاف میشه. وقتی که این کارو انجام دادم میام کلش رو انتخاب میکنم، آر رو میزنم 90، یا هم میتونید از داخل همین ادآن خیلی راحت روی این کلیک کنید 90 درجه میچرخونتش و میام اینو اسکیلش میکنم و سعی میکنم این بالا پایینش رو تو فضای 0 و 1 یو وی قرار بدم و میرم توی این ورتکسام، این ورتکس های پایین رو انتخاب میکنم، زوم میکنم. اینجا خوب زوم کنید تا درجه آخر. جی در راستای وای های مقدار میارم پایین، دوباره زوم میکنم، هر چقدر میتونید زوم کنید. جی وای سعی میکنم ببینش دقیقاً روی این خط. این اتفاق واسه همون بالا هم میفته. این ورتکس های بالا رو من همین کارا باشون انجام میدم. تمام الان میتونم بگم یو وی من داره از راست و چپ تکرار میشه، چون همون تکسچری که تو سابستنس دیزاینر بهتون نشون دادم رو میخوام روش بذاریم. فرض کنید که این روی اون قرار میگیره دیگه. اینجا رو F میزنم، یادتون نره که حتما پوک فیسش کنید که تو زیبراش تراینگولیت راحت وارد بشه و اینجا رو هم همینطور. اینجا رو هم F و بعد پوک فیس رو میزنم. اینا مهم نیستن یوویشون. حالا آبجکت هم رو انتخاب میکنم، کنترل S در با فرمت OBJ اکسپورتش میکنم. میبینید که من اینجا چیزی اکسپورت کردم با عنوان مثلا اینو میذارم روپ T اکسپورتش میکنم.
خب همونجور که می‌بینید این تبری که من این مقدار بیشتر اسکاپت کردم. اول کاری من این رو هم یه تیکه فلزی در نظر گرفتم، ولی وقتی که داشتم یه مقدار بیشتر اسکاپ کردم که این زیاد قشنگ نمیشه، واسه این برگشتم و داخل بلندر همینجوری که می‌بینید این قطعات رو اضافه کردم. حالا توی ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم که کم و کیفش. به هر حال من میام همین آبجکت رو انتخاب میکنم چون دیگه لازمش ندارم و ایمپورت رو میزنم و میرم دقیقاً همین روپ آندرسکور تی رو اوپن میزنم که بیاد. همینجوری که می‌بینید روپ من ایمپورت شد. الان دقیقاً همون جایی که تبرم هست قرار گرفته و ژئومتریش خیلی کمه. تو اولین قدم میام چند بار کنترل دی میزنم. این بالا رو نگاه کنید حجمش رو. خب به 313,000 تا برسه فکر میکنم خوب باشه، رزولوشنش کافیه. حالا میام دلت لوور رو میزنم که این دیگه ساب دیویژن پایینترش پاک بشن. میبینید که الان ژئومتری این روپ من زیاد شد و کار بعدی که انجام میدم اینه که میام توی قسمت آلفا این بالا سمت چپ رو نگاه کنید، کلیک میکنم و از ایمپورت رو میزنم. تنابم این فایل PNG رو که همون تکسچر هم هست رو انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم. یعنی ایمپورت شد داخل زیبراش. بعد میام دقت کنید من این تنابم رو در سلکت دارم، میام توی این قسمت ماسکینگ و توی این آخری یکی مونده با آخر ماسک بای آلفا رو روش کلیک میکنم و این دکمهش رو میزنم ماسک بای آلفا، کلیک. همینجور که میبینید واسه من اینجا این شکلی. حالا خیلی راحت من میتونم برم، من دارم از این کاستوم منیو استفاده میکنم. اگه شما بخواید از کاستوم منیو ندارید باید برید توی دفورمیشن و اینجا از اینفلیت استفاده کنید. یه مقدار کوچیک اینفلیتش کنم مثلا اندازه 3 واحد. همینجور که میبینید آبجکت من این شکلی شد. اما نکته که هست اینه که چون یووی ما نکته که وجود داره این اندازه اینجا ارتباط مستقیم داره به همون بحث یووی ما و ما معمولا من تو این سناریو میخوام که این تکسچر فشرده تر باشه. بنابراین من کنترل زد میزنم و برمیگردم داخل بلندر، تنابم رو انتخاب میکنم، میرم یوویاشو سلکت میکنم، همه یوویاشو اس و 2 رو میزنم، اینتر 2 برابر میکنم اندازه یوویش رو و دوباره کنترل اس و اکسپورتش میکنم تو همون آبجکت قبلی یعنی روپ. خب آبجکت جدیدم ایمپورت شد. دوباره چند بار کنترل دی میزنم که ژئومتری دنسیتیش بره بالا و حتما دلت لوور رو بزنید. وقتی که دلت کردم همش رو میام از اینجا، اگر توی تکسچرتون تغییر داده بودید مجبور شید دوباره بعد ایمپورت کنید و من چون تکسچرمو تغییر ندادم همون باشه، برمیگردم داخل ماسکینگ و از اینجا ماسک بای آلفا رو میزنم. همینجور که میبینید الان این فواصل کمتر شد. حالا خیلی راحت. البته یک نکته اینجا به وجود میاد، من میام قبل از اینکه کاری انجام بدم این اینفلیت کنم میام این استورمورف رو میزنم، بعد بهتون میگم چرا. الان این وضعیت تناب من یا آبجکت من سیو شد توی زیبراش. خب حالا میام و یه مقدار اینفلیتش میکنم. 3 واحد الان شد و من میام و کنترل رو نگه میدارم، یه جای خالی ماسک میکنم که ماسکم از بین بره. حالا اگه دقت کنید تناب من کاملا همینشون تکسچر اعمال شد و ژئومتریش جلو عقب رفت وقتی که اینفلیت کردم بر اساس ماسکم، اما این پایینش این شکلی شده. من حالا چون وضعیت قبلی آبجکتم استورمورف رو زده بودم خیلی راحت میام اینجا مورف براش هم رو انتخاب میکنم. اگر توی آیکوناتون ندارید بی ام اینجا مورف میبینید این سمت چپ و یک مقدار سایزش رو کوچیک میکنم. اگر سیستمتون یکم لگی شده میتونید سولو کنید، اینجوری بهتر نشون میده و اینجاها رو یه مقداری میتونید این شکلی کنید، یا هم که چون من یادم رفته بوده اینجا اج لوپ بذارم موقعی که کنترل دی زدم این شکلی شده. همون اول آبجکتتون رو توپولوژیش رو اینجا یه دونه اج لوپ بذارید که این شکلی نشه. به هر حال اتفاق خاصی نیست، خیلی راحت میتونیم اصلاحش کنیم و خیلی راحت هم میتونیم بیایم و به عنوان مثال یه مقدار پولیشش بزنیم. این سناریو خیلی میتونه کاربرد داشته باشه، هم موقعی که بخواین یک آبجکتی رو مدل کنید که مثل شبیه به تناب حالت تای لول بخواد بره جلو، یا هم حتی خیلی اوقات شما یه آبجکت بزرگی دارید و میخواین یک قسمت از آلفا رو روش پروژکت کنید خیلی دقیق، این کارو میتونید انجام بدید. و خب رسیدیم به آخر ویدیو. فکر میکنم نکته جالبی بود که واسه یاد گرفتن، خیلی میتونه کاربردی باشه توی مدل سازی.
و همین. حتما لایک و سابسکرایب بکنید که من انرژی بگیرم بتونم بازم ویدیو واسهتون بسازم. مرسی از اینکه ویدیو منو تماشا میکنید. حتما ویدیو منو واسه دوستاتون بفرستید، تو گروهاتون به اشتراک بذارید. فعلا بای بای.